یک ویژگی و صفت نهضت را از اول تا به امروز ذکر کردند که آن هم صبر و تحمل است. این می شود گفت که برندی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. صبر این صفت است، این امتیاز است، این اتهام نیست. من این حرف رو به اعضایان حزب میگویم، این مبالغه نیست. شما قلب این ملت هستید، این کشور هستید، شما موتور این ملت هستید. تا شما حرکت نکنید این کشور، این ملت با تمام دستگاهش حرکت نمی کند. شما امروز این جلسه را برگزار کردید، روز شنبه اگرچه روز استراحت است، تمام کشور، تمام دولت با تمام دستگاهش در حرکت است، کار کرده ایستاده است، استراحت ندارد. اگر بگویم که شما قلب این ملت هستید، از تپیدن ماندید، ملت از تپیدن میماند. اگر تا اون روزی که انشاءالله تا روز قیامت قلب شما، قلب نهضت بتپد، این ملت قلبش در تپش است. این ملت، این کشور منزل شخصی کسی نیست که هر وقت خواست مهمان دعوت کند، مهمان را بپذیرد و هر وقت که نخواست درهای این منزل را ببندد و کلید را در جیبش بگذارد. این وطن، وطنی منزل 8 میلیون انسان است. 8 میلیون انسان در این وطن دعوا دارند، حق دارند. اجداد و اولاد و آبائشان در اینجا تولد شدند، بهر این وطن مبارزه کردند. بنابر همین ما میگیم به احزاب سیاسی هیچ شرایط آماده نکردید و در آینده هم انتظار یگان کمک نیستیم. فقط یک خواهش داریم، به ما حق کنستیتوسیونی خودمان را ادا کنید. نهضت اسلامی تاجیکستان صبر کرده است، صبر خواهد کرد، ولی از این به بعد تمام حقوق خود را طبق قانون تقاضا خواهد کرد. در این تاریخ استقلالیتی ما همگی یک مرتبه به کشور ما از بیرون ارتش کشیدند و همتون میدونید سال 98 با کمک خارجی ها به کشورمون ارتش کشیدند. نهضت اسلامی تاجیکستان بود که با مجاهدینش در برابر یورش بیگانگان ایستاد. سلاح داشت، مهمات داشت، ولی به خاطر ملت و وطن وای ایستاد. و این چندان دور نشده است که باز هم ملت ما را تحقیر کردند، رهبریت ملت را تحقیر کردند. باز هم نهضت اسلامی تاجیکستان اولین شده صدا بلند کرد و جسارت را به ملت و به دیگران داد. وگرنه 10 روز گذشته بود از این بیانیه تحقیرآمیز، همه گوشها کرد، هیچ کس صدا بلند نکرد. نهضت اسلامی تاجیکستان قبول ندارد که یگان خارجی اندیشه خود را، فکر خود را بالای ما تحمیل کند. جشن 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از بزرگترین و پرشکوهترین جشن‌های به شمار می رود که آن را یک حزب اپوزیسیونی برگزار کرد. هدف از برگزاری این جشن بار دیگر صحیفه زدن در تاریخ گذشته حزب برای وارد کردن بعض اصلاح‌ها، اون هم باشد شعار مشهور ما بود اصلاح، تغییر، اصلاح و پیشرفت، و دیگر وارد کردن بعض تغییرات در تاکتیک و استراتژی حزب و از طرف دیگر اثبات وجود و همچنین بخشیدن امید به آینده دور برای اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. شناخت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دایره تنگ یک کشور به جهان بیرون شد و نهضت را دیگر تمام کشورها شناختند که یکی از پرقدرت‌ترین و با نفوذترین حزب منطقه به حساب می رود. خداوند در قرآن میگوید، وقتی که با اونها گفته می شود میگوید که
در زمین فساد را پراکنده نکنید، میگویند که ما اصلاح کرده ایستادیم. ما داریم اصلاح میکنیم. یعنی با نام اصلاح کردن یا اصلاحات خواهی فسادهای در زمین پهن می شود. اینجا از عباره اصلاحات خواهی هم چندین مراتب استفاده شد در این صحبت ها. ما باید خیلی هوشیار باشیم در مسئله اصلاح کردن دیگران. اول باید خدا ما را اصلاح کنیم و واقعا مطمئن شدیم که اصلاح شده هستیم، در راه درست هستیم، بعد با وسیله های نکو، با همون طوری که خداوند فرموده است راه را معین کرد که چگونه باید با حکمت و موعظه حسنه دعوت کرد، بعد برادر خود را دعوت کنیم به راه نیک. این خواهش من از جوانان است، از برادران است، بخصوص برادران نهضتی، خواهران نهضتی. تجلیل روز جوانان این یک کاری مهم است برای حزب نهضت و برای دستگیری جوانان و روحیه و انگیزه جوانان را بلند برداشتن. و مردم بدانند که پرزیدنت، وکیل، سروزیر، تمام وزیرها خادم مردم هستند. درباره دوستان از اون جمله درباره نهضتی‌ها من میگفتم که من با دشمنان خیانت نمیکنم، اون که دوستام است. از علماهای معاصر من شیخ قرضاوی که هممون میدونیم فتواشون به این است که زن میتواند راهبر دولت باشه. نهضت بسیار شفاف، آشکار و با صمیمیت فرمول اشتراکش در انتخابات را به همگان پیشنهاد کرد به جامعه. ما گفتیم که اگر حزب خلق دموکراتی که مسئولیت امروزه کشور را به دوش دارد با پیام، با برنامه پایبندی خود را به روحیه سازشنامه صلح، وحدت و آشتی ملی اگر نشان بدهد، احتمال دارد که نهضت اسلامی تاجیکستان در مسئله پیشبری نامزد مشترک همکاری کند. روحیه نمیرنده سازشنامه این است که ما یکدیگر را بخشیدیم، علیه یکدیگر عملهای اغواگرانه و سیاه کردن را قطع میکنیم و حتی در یکی از سندهای بسیار معتبری که جزء سازشنامه صلح است، این جمله را هر دو طرف جا کردیم که لعنت مردم و غضب خدا بر کسی باد که با استفاده از جنگ شهروندی یکدیگر را سیاه میکند. این را ما اصل روحیه سازشنامه میدونیم. نهضت اسلامی تاجیکستان از روز اول جانبدار یک جای رفتن با تمام نیروهای سیاسی و مردمی کشور بود و تا امروز پایبند به این اراده خویش مانده است و خدا را شکر میگویم که بعد تلاش‌های زیاد در جامعه ما که یک چند کوشش برای تشکیل کردن ائتلاف‌ها و اتحادها چندان موفق نبودند، بالاخره حزب و حرکت‌ها، جامعه شهروندی، شخصیت‌های معروف کشور به این نتیجه رسیدند که باید یک
ائتلاف یا اتحاد قوی همگانی را تشکیل کنند و یک جایه به انتخابات پرزیدنتی وارد شویم. حزب نهضت اسلامی تویستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 آمادگی جدی گرفت و قدم اولین این حزب عبارت از آن بود که اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان را تشکیل نمود و با این اتحاد حزب و سازمان ها و تشکیلات های جمعیتی وارد شدند و کنسپسیای یگانه خب نامزد از اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان تهیه کرده شد. آن به مردم رسانیده شد ماهیت این کنسپسیا و در جلسه های اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان خواهر آین حال بابا نظر نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انجمن آن یک دلانه پیشبری کرده شد. در روند تشکیل اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان و شرکت در انتخابات مقامات حاکمیت اجرایی محل و مرکزی و بخصوص مقامات انتظامی کشور مانعهای جدی برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایجاد کردند و آن باعث شد که ما نتوانیم امضاهای لازمه را برای نامزد جمع آوری نماییم. چون ما در روند جمع آوری امضا 202,250 امضا جمع آورده بودیم، بنابراین تصمیم شد که این حجت ها به کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان سپاریده نشوند و نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آین حال بابا نظرова در انتخابات ثبت نام نشد. خب مهمترین نتیجه خنثی‌سازی آن برنامه هایی که حکومت علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرح ریزی نموده بود و اصلا ما توانستیم حزب را همچون یک حزب سیاسی دینی در کشور حفظ نماییم. مطمئنا من شخصا به این قناعت هستم که مرحله آینده چنین رهبریت و چنین روش رو نمیپسندد. این بیشتر با عیب حکومت ها است. حکومت کاری کرد که تنها در حزب نهضت نیست، در کل جامعه ما مردم دنبال دیگر شخصیت های منطقی و آرام نیستند. مردم دنبال رهبرانی هستند که بیشتر شعار میپرتایند و مردم رو به مبارزه دعوت میکنند. این اشتباه حکومت بود. اکنون باید که میدان رو آهسته آهسته خالی کرد به نفرانی که بیشتر قاطعیت نشان میدن و به گفت مردم بیشتر جسور هستند. در تاجیکستان نه تنها در مسئله انتخابات، فعالیت حزب‌های سیاسی، در همه مسائل تا همون حد ما و شما پیش میریم که حکومت اجازه میده. همه چیز در دست حکومت است. حکومت خواهد حتی در 10,000 امضا هم جمع کرده نمیتونید. حکومت خواهد شما حتی یک گوگیلتون رو در بازار فروخته نمیتونید. ما باید واقع بین باشیم. در یک کشور زندگی داریم که همه چیز در دست حکومت است. نه هر چیزی که حکومت میخواهد همان بشود، بلکه هر چیزی رو که قانون طلب میکند همان بشود، هر چیزی رو که مردم میخواهد همان بشود. هدف ما همین است. و اگر کسی یک تخیلات داشت، فانتزی داشت که نه ما بر خلاف خواسته حکومت میتونیم کاری رو در تاجیکستان انجام دهیم، این اشتباه بود. ما برای این شخصا خود من یا حزب ما به این نتیجه برسیم که فلج شدن حکومت باعث فلج شدن کشور و جامعه می شود. من با تمام دست و دندانم این حکومت را خواهم قپید، چون که هدف من حکومت نیست، هدف من جامعه و کشور است. ولی اگر ببینم که نه، وجود همین حکومت باعث از بین رفتن جامعه، ثبات و فلج شدن جامعه هست، هرچی از دست ما می بیاید و حتی هر یک انسانی وطن دوست هم باید این کار کنه. این حکومت رو بگید که جا رو باید خالی کن، چون که دوام خودت باعث فلج شوی جامعه شده است. ما در دو کشتی سوار نیستیم که تنها کشتی اپوزیسیون سوراخ شود و غرق شود، حکومت سالم بماند. مطمئن باشید. اونا چنین تصور میکنن. اونا فکر میکنن که کشتی های ما جدا است. حتی متاسفانه بعضی از اپوزیسیون هم
و این نتیجه را است که ما در کشتی‌های گوناگون زندگی کرده شدیم. یکی در زاورق و دیگری در ممکن اون کشتی‌های زیرآبی بسیار مجهز. این اشتباه است. ما هممون در یک کشتی هستیم، در یک آب شنا کرده شدیم و اگر کشتی یک ما سوراخ شد مطمئنا باشد که در قسمت دیگر هم ضرر خواهد رسید. باید با هر دو قشر، با هر دو گروه همکاری کرد. هر دو گروه رو باید فهموند که مقصد ما چی است. ما دشمن نیستیم، ما بر ضد یگان کس نیستیم. این قانونی حیات است که باید عوض شوند. هیچ نیروی، هیچ شخصیتی عوض نشونده وجود ندارد. هر چقدر دوام تیاد همون قدر به ضرر خودشان است. اون 2010 چقدر ما یک آمادگی داشتیم و مردم با یک امید به انتخابات وارد شد و اون شکست رو من هنوزم در پیش نظرم هست که شکست انتخابات 2010 قوی‌تر و بیشتر از شکست انتخابات 2013 بود. من یادم هست که این تالار ما پر بود، مردم همه میگریستند تا اون حد ناامید شده بودند. ولی در دوام 3 سال این ناامیدی مردم تبدیل به یک امید شد، چون مردم هر روز در زندگی هست، در تکاپو است. برخلاف سیاستمداران مردم خیلی آگاه‌تر است در بعضی مسائل‌ها. نسل نو بالای کار میاد. شما فکر نکنید که نسلی که در انتخابات 2013 فعال بود در انتخابات 2015 یا 20 باخت میموند. الکی جای اینها رو نسل دیگر خواهد گرفت. کسانی که تازه به سن 18 20 میرسند، اونها با یک امید دیگر وارد کارزار میشوند.